حضرت مولوی روم قصه میکند، میگوید مورک بر کاغذ دید او قلم، گفت با موری دیگر این راز هم که عجایب نقش ها آنکیل کرد، گه چه ریحان و چه سوسنزار و ورد. یک مورچک میگه دید در بالای کاغذ قلم رفته و اومده است. بعد بر رفیقش به یک مورچک دیگه گفت که سبحان الله، گفت جوری این قلم جوانمرگ ببین چقدر قلم هنرمند بوده است، این چی نقش های در بالای خط کشیده است. بعضیش رنگی گلی ریحان میتوه نوشته هاش، بعضیش مثل سوسنزار میتوه، گلزار میتوه. گفتان مور کسبه است آن پیشور، گفتان مور کسبه است آن پیشور، این قلم در فعل هست یعنی اثر. او مورچه دیگریش زیرکتر بود، گفت مردک چشماتا کلانتر بکشو، او چلیک نبینی قلم قپیده است، همون چلیک تاوش داده است، نباشه یک اثر بیش نیست که این قلم در فعل هست فرع اثر. این یک اسباب و یگان چیز دیگه نیست. این روزی سرش بتا میره و پش بزنه بلوتر نگاه که دست او چلیکی کارا کرده است. گفتان موری سوم که از بازو است، کسبه لاغر زیزورش نقش بست. یا مورچه دیگرش دورتر بده است، کشاتر میدیده است. یکو خدا کور تو کرده است، بالا رو نگاه کنه اوقی این مسکولش رو نمیبینه، دم کردگی برومدگی بازوش. اگر قوت یمون نباشه این چلیک برده و آورده میتونه این قلمه. همچنین میرفت بالا. یا مورچه دیگرش دورتر بده است، کشاتر میدیده است. گفت رو در قبر او کلای غوثبی چشمش باز کردگی نگه داره، همو اداره کرده است. نباشه این بازو هم یک چی است، یک اسباب است، از دست هیچ کار میآید. همچنین میرفت بالا تا یک مهتر موران فتن بود بیشک، گفت از صورت مبینید این هنر که به مرگ خواب گردد بی خبر. و یک نفر سردار شو بوده است، وقتی دعوا و جنجال شو بسیار شد، گفت که شما هم بی سواد جاهله، شما چیز از صورت نبینه. آخه این صورت که از دستش کار می اومد، ببینه خوش میبره، مردک دستش دراز میشوه، چشمای علش محکم میشوند، هش نداره، در بینیش ناس پرکنی ای خوب نمیخیزه. گفت از صورت مبینید این هنر کو به خواب و مرگ گردد بی خبر. این از صورت نیست میگه، صورت آمد چون لباس و چون عصا، صورت آمد چون لباس و چون عصا، جز به عقل و جان نباشد این فتا. همه ای کارا را عقل میکنه، همه ای کارا را جان میکنه که شما دیدش نمیتونه. اگر او انسان خدا عقلش نداده باشه، اگر جانش نداده باشه، هیچ وقت قدرت نداره که نه دست، نه سر، نه پنجه و نه قلم چیزی را از خود ثبت سازه. بی خبر از اینکه آن عقل و فؤاد بیزی تقلیب خدا باشد جماد. به حضرت مولوی میگه که آخه بیچاره مورچه همین عقل داره، از کجا میفهمه که همون عقل او دانش او قلب به تقلیب پروردگار یک جسم منجمده، از او هیچ فایده ای نیست. یک دم از وی عنایت برکند، عقل زیرک ابلهی ها میکند. اگر هم یک ذره به عنایت پروردگار مونه، عقل زیرک ها را ببینه چنان ابلهی های میکنه که دیگه از حساب میبروید. پس همه از جانب پروردگار است.